اون روز صرف ما گفتم رسول الله صلی الله علیه و گفته که اصنعوا لآل جعفر طعاما. رسول الله صلی الله علیه و شهادت جعفر چی نصیحت کرد مردم؟ گفت برین شما غذا در خانه‌تان پخته کنین، بیاین با کی؟ با خانواده جعفر. کی غمدار است، مرده‌دار است. در افغانستان چی گفتن؟ حمله کنین بالای خانه جعفر، چور کنین خانه جعفر، سیر کنین شکم‌هایتان در خانه جعفر. صاحب سایل کنی صاحب که حلقه صاحب مردم ها هستن صاحب میده. اگه 10 بجه خبر شد که مرده شده، اون مرده را که در قصهش نیست، وقت صاحب خانه ها پر شدن، یکی صاحب قرمه میطلبه و یکی قابلی میطلبه و یکی خوراک میطلبه. آل سنت رسول الله صلی الله علیه و چی شد؟ رسول الله صلی الله علیه و گفت که او مسلمان ها برین شما به می مرده دار چی کنین؟ آل من مثلا پدرکال ما فوت کرد، اگه من روز پدرکالم فوت کرده، یک کسی بخیده صاحب یک دو تا یک بولونی بیاره، یک کس دیگه یک غوری یک آش بیاره، یکی دیگهش آشک بیاره، یکی دیگه یک زرک منتو بیاره، یکی دیگه جوانی کنه بره یک 4 خوراک کباب بیاره. خب من میگم برو پدرکالا جان الله ببخشید دیگه، اینه در مرگ تو هم چاری ما شد. ازوا صاحب سنتشان چی شد؟ ازوا چی شد؟ ازوا سنتشان چی شد؟ اونا سنت گرفتن، ثواب گرفتن و ما هم حداقل فهمیدیم والای مسلمان ها چه خوب مردم هستن، چه خوب دیندار مردم هستن. اگر یک کافر ببینید صحیح در سنت رسول الله حکمت است. یک کافر ببینه که مثلا پدرکلان یک کس فوت کرده، مسلمان ها بر از این غذا میگن اوه چقدر دین زیبا هست. تو قرار ششتی 4 نفر جوان بیلاد دستشان است، کجا؟ استاد هیچ حرکت نکو، ما میریم دمو هدیره برای چی میکنیم؟ قبر میکنیم، تعزیتی را میگه. یک 4 تا جوان دیگه، یک 2-3 نفر دیگه میبینیم که موتر آمد، استاد والا سه ما از را میامدیم این سب کفن هم گرفتیم و اونمو چیزایی که بر از امو غسل ازیک است. کافر شیشه باشه سایل کنه، یک فیلم ازی رو جور کنی. 4 تا ریش صفحه دیگه باید که استاد شما زحمت نکشین، ما انشالله تعالی سینا را بر میزنیم. سیزده ما باز چی میکنیم؟ ایده غسل میدیم. 100 نفر دیگه آمدن جنازه را چی کردن؟ سر شانه خود بردن، جنازه را خواندن. چند نفر دیگه ایده دفن کردن. بازی که ما برگشتیم تا که بر میگردیم مردم یک خوراک غذا آوردن، اوجه کل فامیل چی شدن. باز از صاحب همون کافر هم که سوال میکنه میگه واقعا این گپا کی برتان گفته؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. او کافر میگه که واقعا این پیغمبر شما پیغمبر چی بود؟ به حق بود. اما ما چی معرفی میکنیم پیغمبر خدا؟ ما چی معرفی میکنیم؟ کافر بیا اسال کنه مرده‌دار صاحب صبح که وقت ملازان میخیزه دویده برو کفن بخر، باز رقایش سر کرده تق بیا درک یک چند به قرض بدی. ندارم. قرض داری؟ تلفن فلانی خان یک چند به قرض بدی. نه صاحب. بالاخره صاحب میره با پیسه سود، با پیسه سود باز میبر از این مردم نان میکنه. حلال است؟ 3 تا 4 تا تفلکای یتیم مرده‌دار اینجا یتیماست. برای یتیما از مرده 1 لک روپیه مانده، بکش 50,000 از زیر به اسقاط. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما چی میشه؟ انما یاکلون فی بطونهم نارا. الله میگه که 1 لک روپیه که از پدر مانده به 4 تفلک یتیمش نگاه کن. ما به ظلم این از پیش از این میگیریم و برای کی میتیم؟ برای مردم های دیگه صاحب توضیح میگیریم. ظلم نیست؟ این پول آتش نمیگیره در روز قیامت برای کسایی که پول میگیرن؟ از یتیم که کی مستحق تر است؟ کی مستحق تر است؟ ما سبحان الله. پس فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. اینا که دیگه جنازه که ما برابر میشیم، جنازه برادر ما بود که آمدن که همونجا قطار 200 نفر 6 تا محفل بیادر. فطوبى للغرباء. بریم پناهتان به خدا. جانان اسقاط نسته، سوداگری ده یو په بلی خرڅوینه.
ما هفته میگه پارو ندارین، حالا بردار جنازه رو، برو بخیر. باش قدمایش آوردم، گفتم خودش قدمکای خدا کلش برداشته، خودکش او قدمایی که به نماز رفته و ثبت از پیش کرام کاتبین. سیزده ایچ به شما نیست که قدمکای حضوره، حالا بیان شما یک 4 تا قدمایش بردارین، ایچ به قدم ببرش. صحیح شد نه؟ بعد از او نه صاحب تو باش که من تلاوت سر، هیچ ضرورت به تو نیست، خودش قرآن تلاوت کرده که برش ان شاء الله تعالی برش کفایت میکنه. سر قبر که شد برادرای عزیز، دوستای عزیز، بسیار زیاد تشکر که آمدین. اگر کدامتان غیرت دارین، یگان چیزه که میارین ما منتظر هستیم، اگه نه که ندارین بره برگتان به خدا. اوی استاد تو سایکو هیچی را ننداخت، ما آمدیم که 500 بگیریم، ما آمدیم که شکم سیر کنیم، ما رو شکم بگیریم، بریم افتفا توبه للغربا. بر مردم چی معلوم میشه اینمی کار تو؟ باز کاری که مطابق سنت است باز رو میگه بخیل است، ای بی غیرت است، ای مردی خدا مچم ارزش نداد، ای فلان. مردی تو از مردی جعفر رضی الله تعالی عنه که با ارزش تر است. خدا بو کوشی به جعفر صادق نمیرسی، خدا بو کوشی به آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیرسی.